و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما سوال دیگر این که در رابطه با اهمیت التوحید و فضیلت و جایگاه التوحید برای ما بیان بکنید. بارک الله فیکم. توحید این از اولین رکن اسلام و از بزرگترین ارکان اسلام است، تا جایی که حتی یک نفر داخل اسلام شده نمیتواند الا مگر با شهادت دادن با توحید و اقرار کردن عبودیت را برای الله عز و جل، بندگی را فقط تنها برای الله عز و جل و انکار کردن معبودهای باطل. چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن بنی الاسلام علی خمس: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت. اولین رکن اسلام و بزرگترین رکن اسلام التوحید است. بدون التوحید نماز یک نفر پیش الله عز و جل قبول نمی شود، زکات یک نفر پیش الله عز و جل قبول نیست، روزه یک نفر پیش الله عز و جل قبول نیست، حج یک نفر که اینقدر زحمت میکشد و حج میرود، حج یک نفر پیش الله عز و جل قبول نیست تا زمانی که به اولین رکن اسلام و بزرگترین رکن اسلام یک نفر ایمان بیاورد و عقیده و منهجش را صحیح بکند، توحیدش را درست بکند. پس اولین رکن اسلام و بزرگترین رکن اسلام این توحید و یکتاپرستی است. دوما اینکه از اهمیت و فضیلت توحید این است که توحید از مهمترین مهمات است، تا جایی که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مشرکین دعوت به سوی توحید میکردند. 13 سال دعوت به سوی توحید. و حتی وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه هم رفتن، تا باقی مانده آخر حیات خودشان را به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت میکردند. همه پیامبرا دعوتشان همین بوده. و حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را به طرف یمن میفرستن. برای معاذ میگن که انك تأتی قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الیه شهادة ان لا اله الا الله. ای معاذ، نزد قومی از اهل کتاب میروی، پس اولین دعوتی که اونها را میکنی به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی. در بعضی از روایات دیگر میاد که الی ان یوحدوا الله، به سوی این که الله را به یگانگی عبادت بکنن، اینه که دعوت بده. پس مهمترین مهمات این توحید است. و دیگر این که عبادتهای من و شما قبول نمی شود الا مگر به توحید. یکی از شرطهای صحت قبولیت عملهایی که من و شما انجام میدهیم، روزه، زکات، حج، هر عملی صالحی که من و شما انجام میدهیم، یکی از شرطهای قبولیتش پیش الله عز و جل این است که انسان موحد باشد، اهل توحید باشد و توحید و اعتقادش صحیح باشد. و عبادت نامگذاری نشده است الا مگر با توحید. همچنانه که نماز نامگذاری نشده است الا مگر با طهارت، همینطور زمانی که شرک اگر داخل بشه عبادت رو فاسد میکرد، به مانند طهارت. زمانی که به وضوگی داخل شده، به مانند به وضوگی، زمانی که به وضوگی وقتی که در طهارت یک نفر وارد شد و داخل شد، آیا وضوش میشکند، طهارتش میشکند؟ وقتی قضای حاجت کرد یا اینکه عملهای انجام داد که وضو شکسته، آیا طهارتش میشکند؟ بله. پس همین طور عبادت ها زمان قبول می شود اینکه انسان اهل توحید باشد و موحد باشد. و عبادتی که بدون توحید است و عبادتی که فقط تنها برای الله عز و جل نباشد و عبادتی که در او عبادت شرک باشد، عمل شخص فاسد میکند و او را برباد میدهد و صاحبش از آتشی همیشگی از آتش جهنم قرار میدهد. و دیگر اینکه توحید سبب امن و هدایت در دنیا و در آخرت است. چگونه که الله عز و جل میفرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی هستند که ایمان آوردند ولم یلبسوا ایمانهم و مخلوط نکردن ایمانهایشان را به ظلم، یعنی به شرک. اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اینها برایشان در امنیت است و اینها همون هدایت شدگان هستند.
ابن كثير رحمه الله بفرمان که هؤلاء الذين اخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. اینها کسانی هستند که خالص قرار دادن عبادتشان را فقط تنها برای الله عز و جل که هیچ شریک برای او نیست و شریک قرار ندادن هیچ چیز را. ببین، شریک قرار ندادن هیچ چیز را به الله عز و جل. هم الآمنون یوم القیامه، اینها کسانی هستند که در امن هستند در روز قیامت و اینها هدایت شدگان هستند در دنیا و در آخرت. پس هر کسی که اهل توحید باشد، پس اینها در چه هستند؟ در یک امنیت هستند در روز قیامت، در یک آرامشی هستند در روز قیامت. اون روزی که همه در ترس و هراس است به سببی که عملهاش شرک داشت، کفریات داشت، نفاق داشت و سرانجامش آتش جهنم است. اما اهل توحید و موحد کسی است که در یک آرامشی است، چون که عملهاش فقط تنها برای الله عز و جل بودن. و دیگر اینکه توحید سببی از داخل شدن جنت و نجات از آتش جهنم است. چگونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله عز و جل حرام کرده است بر آتش جهنم هر کسی که لا اله الا الله میگوید و برای عمل میکند به مقتضیات الا الله یبتغی بذلك وجه الله، این جویا است به همین گفتنش به لا اله الا الله رضامندی الله عز و جل را. یعنی مخلصانه ای را گفتگی است، به مقتضیات الا الله عمل میکند، صادقانه ای لا اله الا الله را گفتگی است. نه به مثل منافقا که لا اله الا الله میگویند تا اینکه در میان مسلمان ها و موحدین زندگی بکنند، تا اینکه در معاملات مسلمان ها شریک باشند. نه منافقانه، نه، بلکه خالصانه یبتغی بذلک وجه الله. خالصانه همین است که به مقتضیات و شروط لا اله الا الله انسان عمل میکند. و دیگر اینکه توحید نجات از مشکلاتی در دنیا و در آخرت است. و چگونه که حتی از مشکلات همین دنیا حتی دشمنانش را نجات دهنده است. که الله عز وجل فرمود که فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. یعنی حتی همین مشرکین که دشمنان توحید هستند، حتی امونها وقتی که در هنگام سختی الله را خالصانه عبادت میکردن، خالصانه الله را میخواندن، الله اونها را نجات میداد. نه که وقتی که به خشکی میرفتن از مشکلات نجات میافتن باز به الله عز و جل شریک قرار میدادن. پس ببین که حتی توحید دشمنانش را در همه دنیا از سختی های دنیا نجات میدهد، سبب نجات میشود، و اما دوستانش را در دنیا و در آخرت است، در دنیا و در آخرت از سختی ها نجات میدهد. به نوح علیه السلام الله عز و جل او را از سختی های دنیا الله عز و جل و آخرت حفظ کرد، نجات داد. و همچنین یونس علیه السلام را وقتی که در شکم همون نهنگ قرار گرفته دعا کرد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این توحید است، این دعای الله عز و جل از مشکلات نجات داد. بله. و همچنین توحید این از حکمت از خلقت انس و جن است. یکی از حکمت های خلقت انس و جن، آفریدن جن و انس، و این چیز توحید است. چون که الله عز و جل فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را خلق نکرده مگر تنها فقط برای عبادت. این بودک جایگاه و منزلت و فضیلت توحید. بارک الله فیکم.